سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امسال میخوام از شروع کشت تمام نکاتی که انجام میدیم رو قدم به قدم بریم جلو و به شما عزیزان آموزش بدیم. این دوره حداقل 5 تا 6 ماه طول میکشه و تمام نکات گفته میشه، از برنامه غذایی و نحوه کشت، نحوه سیم کشی و همه چی، هر کاری که ما خودمون انجام میدیم رو تو این دوره به شما عزیزان آموزش میدیم. سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امسال میخوام از شروع کشت تمام نکاتی که انجام میدیم رو قدم به قدم بریم جلو و به شما عزیزان آموزش بدیم. این دوره حداقل 5 تا 6 ماه طول میکشه و تمام نکات گفته میشه، از برنامه غذایی و نحوه کشت، نحوه سیم کشی و همه چی، هر کاری که ما خودمون انجام میدیم رو تو این دوره به شما عزیزان آموزش میدیم.